بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. یه برنامه از تلویزیون جمهوری اسلامی به تازگی پخش شده که توی اون کارشناس برنامه درباره دیدار ترامپ و آقای پزشکیان توی روزهای آتی توی سفر ترامپ به ریاض صحبت میکنه و البته موارد دیگه ای رو همیشون مطرح میکنه که اول با همین صحبت ها رو گوش بدیم. این صحبت ها هم به نوعی تحت تاثیر همین رویکرد هست. البته بنده متخصص حوزه امریکا نیستم، اون چیزی که فقط صرفاً به اسرائیل و فلسطین مربوط میشه رو میتونم در موردش نظر بدم. درباره موضوع ایران هم باید در واقع صبر بکنیم، فعلا ببینیم این دور از مذاکرات که گویا قرار روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه برگزار بشود چطور پیش میره. حالا در هفته‌های اخیر یک مقداری فاصله گویا به وجود آمده بود، یک بار مذاکرات به تعویق افتاد و قطعاً یک بخش مکمل این مذاکرات هم مسئله اسرائیل هست، هم مسئله تحولات در خاورمیانه و همین موشکی که یمنی ها شلیک کردن و پاسخی که اسرائیلی ها دادن. اینها در حقیقت یک بخشی از موضوع میز مذاکره قطعاً خواهد بود، همونطور که آقای یزدانپناه به درستی اشاره میکنن. و خب ترامپ هم ما دیدیم قبلا هم سعی کرده صحبت های از این دست انجام بده که مثلا در واقع ما خواهان راه اندازی مثلا سفارتمون دوباره در تهران هستیم. از این ادبیات مثلا در این سطح صحبت کردن که در واقع خیلی هم با تحولات و منطق روندی که ما در کشور خودمون داریم میبینیم خیلی همخوانی هم نداره استفاده شده. قبلا هم دیدیم، حالا باید ببینیم چقدر. چون گفته یکی از مهمترین خبرهایی که طی سالهای طولانی در خصوص یک موضوع معین میخواد اعلام بشه، یعنی ابعادش به نظرم خیلی فراتر. آیه از اون فن این نکاتی که گفتن به نظرم اشاره کردم، من نمیدونستم مذاکره دوباره تعویق افتاده، موکول شده به یک شنبه. احتمالاً در واقع پیش‌فرض‌های توافق اولیه با ایران خواهد بودش. این احتمال وجود داره که در واقع تیم مذاکره کننده آمریکایی با تیم مذاکره کننده ایرانی به توافق ضمنی اولیه رسیدن. اگر در واقع این تاکید رو داشته باشه، به احتمال بسیار زیاد خروجی همین مسئله خواهد بود که ایشان در همین راستا علاقمند خواهد بود که در واقع با برخی از مقامات سیاسی ایران و حتی اگر بشود شخص رئیس جمهور آقای پزشکیان رو در ریاض ملاقات بکنن. این احتمال وجود داره. گفتم مشابه همون چیزی است که در دوره قبلیش، ببخشید من وسط حرف اومدم، مشخصا فکر میکنم مشابه همون چیزی است که ایشون در دوره قبل در رابطه با رهبر کره شمالی همچین سیاستی رو شما معتقدی که حتما موضوعش مرتبط مستقیما با ایران؟ حتما این در واقع یک بخشی از این بحث ایران خواهد بود. خب کارشناس اول توی صحبتایی که داشت تاریخ یکشنبه 21 اردیبهشت رو تاریخ مذاکرات بین ایران و آمریکا دونست، یعنی از سرگیری مذاکرات. باید بگیم که این تاریخ هنوز قطعی نیست و هنوز تایید نشده، پس اعتبار نداره. در خلال صحبتاش در مورد مذاکره ایران و آمریکا و مطرح شدن مواردی مثل مسائل منطقه‌ای و موضوع یمن و حوثی‌ها صحبت کرد که احتمالاً جزء دستور کار مذاکره هست. خب این موضوع الان موضوع مهمی هست و باعث محاصره هوایی اسقاطیل شده. این موضوع هم من بعید میدونم مطرح بشه، چون همونجور که گفتم مذاکرات بین ایران و آمریکا حول و حوش مسائل هسته‌ای هست و درباره رفع تحریم ها هست، نه در ارتباط با مسائل منطقه یا مسائل یمن و مربوط به انصارالله و حوثی ها. اما کارشناس دوم که اسمشون آقای یزدانپناه هست، طی صحبت‌هایی که داشتن، در انتهای صحبت‌هایی که داشتن، البته این مقدمی در ابتدا داشتن و بعد انتهای صحبت‌هاشون در ارتباط با دیدار ترامپ و آقای پزشکیان در ریاض صحبت‌هایی رو انجام دادن. خب به نظر من ایشون از آرزوهاش گفته و خیلی با خوشبینی از این موضوع صحبت کرده که بیشتر شبیه جوکه و مسائل بین ایران و آمریکا انقدر زیاد هست، انقدر موضوعات حل نشده بین ایران و آمریکا وجود داره که به این راحتی نمیشه ما بتونیم دیدار ترامپ و پزشکیان رو در ریاض به این زودی متصور بشیم و این خیلی خوشبینانه و خوشخیالانه هست این دیدار.
اما در راستای همین صحبت‌هایی که این کارشناس محترم برنامه درباره دیدار آقای پزشکیان و ترامپ توی ریاض داشتن، سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در همین رابطه شایعه دیدار پزشکیان و ترامپ رو جعلی خونده و تأکید کرده که اطلاع رسانی در مورد فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی از جمله دیدارهای رئیس جمهور در اختیار وزارت خارجه هستش و برنامه در این رابطه نیست. توی بخشی از این برنامه تلویزیونی مجری برنامه صحبتی درباره خبر مهم ترامپ عنوان میکنه که قراره درباره یکی از مهمترین مسائلی که طی سالهای طولانی مورد بحث و مناقشه بوده موضع رسمی آمریکا مشخص بشه. اما اینکه این موضوع و این خبر مهم ترامپ چی هست باید دقیقاً بررسی بشه. در واقع میتونیم قرارداد تسلیحاتی 100 میلیارد دلاری عربستان با آمریکا یا عادی‌سازی روابط عربستان و قطر با اسرائیل، دیدار آقای پزشکیان و ترامپ در ریاض، حمایت آمریکا از ادعای امارات بر جزایر، توافق با ایران و بازگشایی سفارت و حالا اعلام رسمی نام خلیج عربی، پایان عملیات نظامی در یمن، پایان جنگ اوکراین و روسیه، کوچ مردم غزه به سوریه و موارد دیگه رو توی این لیست داشته باشیم. اما اون چیزی که واقعا خبر اصلی هست چی میتونه باشه؟ توی برنامه بعدی درباره اینکه خبر مهم ترامپ کدوم یکی از این مواردی که گفتیم میتونه باشه صحبت میکنیم و با تشکر از توجه شما عزیزان به این برنامه.